سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرسادم و خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من. اومدیم با یه بازی ترسناک به اسم اینساید بکروم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید و لذت ببرید. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید و بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. اینجا چیه؟ رسمی یه راه دیگه هم داشت. رسمی بیا. ای وای بچه اینجا چیه؟ چه شیشه ایه؟ بریم داخل. بریم داخل. نمیشه چه لاش نمیره کنار. من اینجا بودم نمیشه رفت داخل. یه چیزی نوشته بود بچه در موردش. به تلویزیون. بچه اینجا رو میگم، با اینجا باید یه نوار باید پیدا کنید. ببین رادیو توش نمیره. ببین رادیو چرا نوار میخواد، نوار باید پیدا کنیم. صبر کن بچه، یه دونه از این آبشیرا رو من برمیدم، یه داشتم شما بردید. 2 تا آبشیر تو اینه. بابا نبندی دیگه، باز میکنم. بریم. خب برگردیم دیگه، اینجا که چیزی نیست. ای وای همون در قرمزه رو بریم بیرون آجی. ای وای سراپا بچه‌ها دندون وایس یکی رو دیدم اینجا. اینا بیا داداش بیا دیگه در. ای وای آقا دندون پیدا کردم. بردار نمیدونم. من در هر شرایطی با یه نفر حداقل حفظ کنم. من اومدم تو در رفتن آجی. اینجا کمد. خب بچه داریم. برده عارف بیشتر برده. ما میمیریم. بریم عارف برداشتی. چی پیدا کردی؟ دندونو بابا گوی حرف بزنید. دندونو گوش و دست پیدا کردم. دست خوش خوبه. Stop it. Get some help. عالیه. بریم سراغ اون جنازه. نه باید اول چیز کنیم. باید اونجا بریم ماسک میخوایم. خب بچه دارید بچه ایوان ترکی خوب رفتش بکنم. خب اینجا هنوز قرمزه. نیایید بیاید همین در قرمزه رو بریم بیرون که اون سری بگاهی بود. خب بچه مسیر دیگه هست که نرفته باشیم. بچه اینجا رو میومدیم بیرون، فکرم راست و چپ داشت. بچه داره میدوه دنبالم. بچه من رفتم ته راه رو. 2 نفر افتادن. وایسا من لوتای علی رو بردارم. بچه بیرون پر انتیتیه. وای بودو مرساد دادا مرساد. نه قایم نشو مرساد. من چی خب این مال منیه. وای کریم مسلمون نیستی تو. بابا مرساده حرومیه آجی. بابا نمیدونستم پشتمی که. بابا مرساد نه یا بیرون ها. هر موقع بیای بیرون بذار پیدات کنم. خب همونجا من ولی کمد آخرم. من کمد آخر است. منم همونجا منم هم دیدم فهمیدم انتیتی اونجا وایساده بود. میرم به انتیتی باج ندم. ببین یواش بیا یواش. بچه‌ها سید علی زنده ای؟ آره من نشستم صداپم کمتر بره. اومدم اینجا نکن. اینجا نشستم درو. من و سید علی کام بد مرسد بیا همین جلو دیدم. بچه بیاید دیدیمتون. بچه ای وای انتیتی عارف تله نباشه. نشه خب بریم سلام بچه ها. بالاخره بیاد نایس تو میت یو اگین گایز. بچه ها من اینا رو بردارم. بچه خیلی لوت تو اینا هست. یه لحظه بچه پیکاپ آل زدم آجی. یه ذره نت ریده. برداشت تو یکی هم یه چیزی هست. یه پیکاپ آل علی حواسه باشه یه انتیتی پشت بودا. خب بریم بچه بریم. اینجا اومده بودیم. بچه میشه اینقدر دور نشید از کسته ندد. وای ای وای بچه یکی دستکاری کرد. بچه پزشکانو داره. بابا نمیذاره من از در برم بیرون. پزشکان این چیه؟ یکی توشه.
یکی تو منم مرسا کمود رو سدلی داشتی آنالیزی کردی داشت کونه تو میخورد این چیه رو برو من منم رفته بیام بیرون بریم بچه مثل که هر ستامون اینجا بودیم بچه ای با یعنی تیتی تو بچه ای تیتی هنوز تیتی نیاد برم الان میمیرم وای آجی چقدر بازی حال میده بابا داشت نگاه میکرد بابا هیچ پیشرفتی نمیتونیم بکنیم اقا مپ بابا نمیریم تلویزیون بابا تلویزیون کجاست بچه ها جدا نشید جدا میشید حول کس میشید بگو میریم بله همین ست نمیدونم چی لذت چه جالب دیگه پیداش نمیکنیم آجی بدونی کسی نیست فن نمیادش یارو نمیاد بذار بیا نه کس بچه بخوابی تو کمد اوه چونم بذاره مجهول من وایساده آره من بکنم تمام رفت بشید بیاد بیرون آسیس هم نمیتونیم بریم نه خیلی زیاده همه دو بازی کنیم بچه ها خب یه پلنی بریزید آجی بابا بریم همینجاست بریم بابا بریم بیا این ور بریم راست میگه بیا این راست میگه عارف دیگه حرفش میگم که هیچی اینجا خب بذار یا آخر است یا اونه بیا بریم بچه آخره به کجا میرسه فکر کنم آخره باشه برو این چی ها یه آینه هست خب بچه ها نه این نه آجی بگیر چیه آجی پیش خاکسته روزهای عجیبیه دیگه. اینجا آسانسوره خب خوبه اینجا میشه پیدا کرد بریم بیا بریم بیرون آجی بیاید همینه که اومدیم و برگردیم بیرون این چیه علیه برو علی همینجا بود بیرون احتمالا کجا رفت این بچه ها این بر بیرونه نه این بر بیرون نی وطن همینه. اینجا الان آبه اما خاک ماست. همین خاک بدونید. این آب رو خاک بدونید. جواد خیابانی من پشتتم بچه کجا رفتین بچه کجا رفتین اینا اومدیم بیرون مرسا رسیدیم به اینا مرسا بیا این ورش میرسه مرسا به همون دره ای با مرسا انتیتی سمت اون ورته بیا اینجا نگاه نکن نمیتونم بودم ای با حاجی چجوری منو گرفت کسی نبود چسبوندم بچه خیشتک دریدم بچه باید من الان میام تنکم رو بیش شده علی قبل از اینکه زنده شی برو در رو پیدا کن بعد زنده شو آخه من گوسالم نمیتونم هم راحتی زنده شم ولی باشه آجی آخه من نمیدونم از سمت شما بچه دقیقا نمیکنم خیلی پیش در پیش من گناه دارم آجی من یه ژله پیدا کردم نمیدونم کارایش چیه ژله دراپ کن بچه همینجوری پیچ در پیچه من دست دارم تو کل مپ میکنم خب از جلو آسانسور آدرس دی مینم آی خب بزنیم اوه داره زن بچه ها رو کنه آجی من رسیدم به در زنده نه به در نرسیدم مثل من زنده نشم بچه ها مرسا درست نمیتونم مرسا به آدرس بدم تو زنده شو علی تو زنده شو من دنبالش علی زنده شو عارف بره عارف بهتر میتونه من عارف مرد خواهش گایده شد بچه منم ببینم بازی تمام میدونستید که یک زنده شد سریع جمع کن بریم علی جمع کن آیتم بردار من چه میدونم سعی میکنم بالا رو نگاه نکنم ای وای دوباره گرفت منو دوباره گرفت مرسا نمیدی مرسا میشه توی کمدی داداش کمد اینجا نیست
اینم یارو خوشش اومده دیگه. اه! نگو مردی. مردم. بازی تموم شه خیلی دارکه. نه حاجی. بودیم زنده شیم. آره آره آره. بچه درجه ایزی همینه. ولش کن یا مرساد میمیره بیا درستش کن. من مردم. مرسا مرده. زنده میشم. من زنده شدم. بچه از خوبی های در سختی ایزی همینه. دعا کنید منم. وای مرساد مرده بود ها. من زنده شدم. بذار من دنبال دره بگردم. من زنده نمیشم آجی. کو فارکوسو کی رو ما کردی؟ کارگه افلاقی شیوش. بابا بچه این لکنت هم گرفتیم آجی. بابا این کس ننه شبش میاد اینجا. بابا حشریه تو این اتاق سیخیه. بابا این یه سایی منم. سلام. سخت دنبال همینجاست این خارکسته. از کجا برم دنبال ای درو؟ میگم بچه من مرسا تو زنده ای مرسا؟ دوباره زنده شدم. میشه پیش جنازه من باشی با هم بریم؟ من زنده شدم. بیا پیش جنازه من با هم بریم مرسا. آجی من یارو ژکنده اینجا زرجه بری کونت میذاره. منم هیچی ندارم. هیچی هم نمیبینم از قرار معلوم. آها مرساد نمیای پیش من؟ داش به خدا 2 دقیقه صبر کن. کجایی علی؟ من همون سر سپیچه مردم. خب بیا بودو دیگه بیا. من پیشتم بودو علی. بابا که بابا Stop it. Get some help. خب بچه ها این بود از این ویدیو. امیدوارم که دوست داشته باشید و خوشتون اومده باشه. ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی see you soon.